بسم الله الرحمن الرحیم. تو این جلسه بچه‌ها می‌خوایم چند تا مثال کاربردی دیگه از دستورات این دفعه مربوط به دستورات انتخابی رو با هم دیگه حل کنیم. در واقع همون دستورات شرطی شامل if else if. خب بریم چند تا مثال هایی که حالا با هم دیگه داشتیم ببینیم و بعد می‌خوایم اجرای خط به خطش رو با هم دیگه انجام بدیم. یکی از مثال هایی که داشتیم در واقع حالا ابتدا چاپ یه رشته را شرطی رو چک کنیم ببینیم به چه صورت خواهد بود. پس من دستور ایف بنویسم، حالا با یه شرطی میخوام چک کنم. در واقع یه عدد از کاربر میخوام دریافت کنم به نام x و مثلا چاپ کنم که ببینم آیا x مثبته یا حالا مثلا منفی. خب متغیر x هم رو تعریف کردم، کاربر رو راهنمایی کردم که x رو وارد کنه و بعد مقدار x رو دریافت کردم. حالا اینجا چک میکنم، میخوام ببینم که آیا بزرگتر از 0 هست. یه پیغامی چاپ کنم، میگم اگر x بزرگتر از 0 فاصله میندازم که قشنگتر شرط مشخص باشه. یه دستور چاپ میخوام بگم، چاپ کن اول مثلا مقدار x رو، در ادامه بگو is positive مثبت. خب و بعدم ریتن زیرو برنامه تمام. خب بچه من برای که خانه برنامه بالاتر بره اگه دقت کنید یکی نکته‌ای که آبشاری نوشتن من رعایت میکنم. نکته دوم سطوح تو در تو هست. مثلا الان if دستوری که داخلش هست من یک سطر میبرم جلوتر. برای اینکه کارم انجام بدید با شما با کلید چی تب که بزنید خودش تنظیم میکنه 8 تا براتون میبره جلو. خب حالا این برنامه رو یه اجرا بگیریم. خب یه خطایی داریم اینجا، یه دونه سمیکولن همینجور که میبینید خط 10 میگه یه سمیکولن جا افتاده. خب من سمیکولنش هم بذارم. خب الان ران گرفتم برنامه رو، میبینید که میگه یه مقدار x میخوایم وارد کنیم، مثلا میگیم 10. خب 10 بچه‌ها مثبته، پس برای من چاپ میکنه 10 is positive. دستور داخل if اجرا شد. یه بار دیگه رام بگیرم برنامه رو، ولی این دفعه بهش بدم 0. چیزی برای من چاپ نمیکنه، چون همونجور که گفتیم دستور حالا در واقع ساختار if که به تنهایی استفاده میکردیم ساختار تک انتخابی بود. در صورتی که شرطمون درست بود دستور داخل if رو اجرا میکرد و اگر شرطمون نادرست بود اجرا نمیکرد. خب بچه اینجا دقت کنید که ما یک دستور بیشتر داخل ساختار if نداریم، لذا گذاشتن آکولات باز و بسته الزامی نبود. من یه دستور دیگه اینجا اضافه کنم، یا قبل که دستور اضافه کنم میخوام برنامه رو خط به خط اجرا کنیم و با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من اینو ببندم، دیباگینگ رو میزنم، پنجره واچم هم ظاهر میشه، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب نیکس لاین رو میزنم، این رشته انتریکس رو برای من تو صفحه خروجی چاپ کرد. حالا منتظره که من بچه یه مقداری وارد کنم، مثلا من وارد کنم 5. ببینید مقدار x ما چند شد؟ مقدارش برابر با 5 شد. صفحه در واقع پنجره واچ نگاه کنید. خب بچه الان ما اینجا یه شرط داریم، دقت کنید چون شرط اون الان x بزرگتر از 0 هست، شرط درسته، پس باید چی بریم داخل بلاک if. ببینید الان مثلث زرد رنگ رو وارد بلاک if شدیم، دستور شماره 10 و میخواد این رشته رو برای ما تو خروجی چاپ کنه. نیکس لاین من بزنم، چه اتفاقی افتاد؟ من یه بار دیگه ببندم از اول رانش کنم. خب یه بار دیگه من نیکس لاین بزنم، الان
منتظر یه مقداری من وارد کنم. من وارد کنم 5 اینتر رو میزنم. next line وارد ساختار ایف میشم و 5 is positive و تو خروجی چی چاپ میکنم و return 0 تمام. درست شد؟ خب حالا من یکم این ساختار رو در واقع بیام یه قسمت دیگه بهش اضافه کنم. بگم else ساختار else هم بهش اضافه کنم. اگه که مثبت نبود برای من چاپ کن مقدار x رو اول و بعد در ادامه چاپ کن is negative منفی. خب بگم حالا اینجا هم شرط با بزرگتر مساوی چک کنم. حالا یه ایکسی رو ما از کاربر دریافت کنیم. اگر مثبت بود برامون چاپ کنه که مثبته و اگر که منفی چاپ کنه برای ما چیه بچه‌ها؟ منفی. خب حالا بریم برنامه رو ران کنیم. حالت دباگینگ خارج شیم. خب یه دونه سمیکولون اونجا انداختیم اضافه کنیم. خب حالا برنامه رو اجرا کنیم. خب الان من یک سی بچه وارد کنم. اگر 10 وارد کنم شرط من درسته، پس چاپ باید بکنه 10 is positive. یه بار دیگه ران کنم، مثلا این دفعه بدم منفی 3 چاپ میکنه منفی 3 is negative. ببینید که یه ساختار چی if else. خب حالا خط به خط رانش بکنیم با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. خب من صفحه مشکی رنگم اینجا بذارم که شما بتونید راحت ببینید. خب next line بریم. الان منتظره که من یه ایکسی وارد کنم. من عدد 5 وارد میکنم. بچه دقت کنید 5 ایکستون برابر با مقدار 5 شد. next line بعدی رو که بزنم شرطمون درسته. ببینید اومد داخل ساختار چی؟ بلاک ایف. و حالا next line بعدی رو که بزنم 5 is positive رو بر من چاپ میده و بعدم برنامه تم. یه بار دیگه مجددا ران میگیریم. این دفعه منفی وارد کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. next line رو میزنیم. الان یه مقداری میخواد دریافت کنه، مثلا میذاریم منفی 10. اینتر رو که بزنیم بچه ببینید دقت کنید که x ما الان چنده؟ منفی 10. حالا اینجا بچه شرط برقرار هست یا نه؟ دقت بکنیم که منفی 10 بزرگتر مساوی با 0 نیست، پس شرطمون نادرسته و باید دستور چی اجرا بشه؟ بریم بلاک else و دستور x is نگاتیو رو ما باید ران کنید. ببینید منفی 10 is نگاتیو رو برای ما چاپ داد و next line که بزنیم برنامه‌مون تمام. این مثال اولی بود که حالا میخواستم این ساختار رو به شما نشون بدم. حالا میخوام بچه‌ها بیش از یک دستور داخل بلاک باشه. مثلا این دستور ما 2 تا دستورش کنم. الان دقت کنید داخل بلاک ایف بیش از یک دستوره، لذا من باید الان آکولاد باز و بسته رو حتما قرار بدم. خب اینجا هم دستورمون رو تبدیل به 2 قسمت میکنیم. خب حالا اگه بچه ران کنیم 5 بدیم همون مقدار 5 is پازیتیو چاپ شه، ولی الان خط به خط اجراش میکنم که دستورات رو واقعا نگاه کنید که ببینید چطور داره اجرا میشه.
خب next line اگه بزنم میره مقدار x رو میخوایم دریافت کنیم، x رو وارد کنیم مثلا مقدارش رو 5. خب الان میام وارد بلاک چی میشیم؟ if میشیم. جو شرطمون درسته، اول مقدار x رو چاپ میده، دقت کنید توی خروجی رو، و بعد چاپ دستور چاپ بعدیمون is positive رو در ادامهش چاپ میدیم. خب بچه دقت کنید که همونجوری که قبلا گفتم بلاک if else یا دستورات بلاک if اجرا میشه یا دستورات بلاک if. الان دستورات بلاک if اجرا شد، کارش که تموم شد بلاک if چون شرطمون درست بود پرید دیگه قسمت else اجرا نکرد. ببینید مثلث زرد که خط 18 ظاهر شده. خب اینم نکته‌ای بود که خب قبلا براتون گفته بودیم و اینجا حالا مرور کردیم. خب بچه حالا من یه کاری میخوام انجام بدم. اگر من این آکالود باز و بسته رو بردارم، خب ادعا میکنم که وقتی بچه آکالود باز و بسته نظر یک دستور داخل اون بلاک در نظر گرفته میشه، مثلا الان تنها دستوری که داخل بلاک else هست x. خب حالا من برنامه رو خط به خط میخوام رانش کنم تا یه نکته رو شما دقیقاً ببینید. خب next line میزنم، الان یه مقدار x وارد کنم، من بچه 5 وارد میکنم که شرط if هم درست در بیاد. خب الان شرط if درسته، میریم داخل بلاک if x رو اول مقدارش رو چاپ میدیم، بعدم is positive رو چاپ میدیم. بچه next line که میزنم ببینید که کجا قرار میگیره بعد از اون دستور بعدی. چرا موقع که قبلا دستور توی قسمت else ما 2 تا دستور بود، آکالود باز و بسته‌ش رو برداشتیم، الان بچه‌ها تنها یک دستور رو داخل else در نظر میگیره و این دستور دیگه جزء else در نظر نمیگیره و الان میاد اجراش هم میکنه. در ادامهش میبینید توی خروجی is negative هم در ادامه is positive چاپ داد. همون آکالود باز و بسته که من برداشتم دیدید که چه خرابکاری انجام داد. پس دقت کنید که اگر تنها یک دستور داخل بلاکتون بود گذاشتن آکالود باز و بسته الزامی نیست، و اگه بیش از یک دستوره بچه‌ها دقت داشته باشه که فراموشتون نشه آکالود باز و بسته. خب این نکته رو ما براتون گفتیم. حالا برنامه رو دیگه کاملش کردیم، مشکلش رو برطرف کردم. بریم سراغ مثال بعدی. من همین برنامه رو کپی میکنم که بتونم سریعتر پروژه بعدی رو بنویسیم. خب یه دونه پروژه مجددا ایجاد میکنم، کنسول اپلیکیشن اگزامپل 2. خب این داخل اگزامپل 2. بچه من میخوام تو این برنامه در واقع کاری که میخوام انجام بدم تابع قدر مطلق و مهم براتون برنامه‌ش رو بنویسم. تابع قدر مطلق شما میدونید دیگه یه تابع 2 ضابطه‌ای هست. اگر x تو مثبت باشه همون مقدار خواهد بود، اگر x تو منفی باشه مقدارش در یه دونه منفی ضرب میشه. من میخوام برنامه بنویسم که یک مقداری رو از کاربر دریافت کنم. فرض کنید اسم اون مقدار x بذارم، به کاربر میگم که enter x. خب ما دستور سین x از کاربر دریافت میکنیم. حالا یه دستور شرطی داریم، میگیم اگر x بزرگتر از 0 بود، بزرگتر مساوی با 0 بود، شما چی رو چاپ میدید؟ cout مثلا مینویسم. حالا یه شماتیکی هم میخوایم ایجاد کنیم دقیقا قدر مطلق نشون بدیم. اولی یه خط میذاریم، بعد مقدار x رو میگم چاپ بده، بعد یه خط دیگه داخل رشته‌ای یه خط موازی مساوی، و بعد بچه‌ها جلوش مقدار x رو میگم چاپ بده که دقیقا شبیه میشه. در غیر این صورت اگر مثبت بود که خودش رو چاپ میدیم،
در غیر این صورت میگم که چی؟ اینجا منفی x یا منفی 1 ضرب در x بنویسم، منفی 1 که قشنگتر در بیاد که واقعا شما ببینید من دارم در یه دونه منفی چیکار میکنم؟ ضربش میکنم، یا همون عملگر یکتایی منفیه میتونید قرار بدید که همونه بذاریم قشنگتر. خب الان یه رام بگیریم از این برنامه. خب من اینجا رو قشنگترش کنم، یه دو نقطه فاصله بذارم. خب الان مثلا میدم 5، میگه قدر مطلق 5 برابر با 5. یه بار دیگه رام بگیرم، این دفعه میدم بهش منفی 9، میگه قدر مطلق منفی 9 برابر با چنده بچه ها؟ 9 هست. درست شد؟ قشنگ شد دیگه برنامه‌تون. خب اینم یه مثال دیگه بود از در واقع حالا if else، ساختار if else. بریم یه مثال دیگه که یه پروژه جدید ایجاد میکنیم. خب توی این مثال میخوایم در واقع دو تا عدد بچه از کاربر دریافت کنیم. پس اول اعداد رو دریافت کنیم. دو تا عدد تعریف میکنم A و B. خب بعد به کاربر میگم که enter A and B رو وارد کنه. مقادیر A و B رو از کاربر دریافت کنیم. در واقع مثالی که میخوایم ماکسیموم دو تا عدد رو پیدا کنیم. خب ما الان میتونیم ماکسیموم رو با یه ساختار if else بنویسیم. یه بار برنامه رو به این صورت بنویسم و یه بارم تغییرش میدم. میگم اگر A بچه‌ها بزرگتر مساوی با B بود برای من چاپ کن، cout چاپ کن به این صورت یه رشته ماکس، یعنی یه پرانتز بازم میذارم، بعد در ادامهش عدد آ را چاپ کن، بعد در ادامهش یه فاصله کاما فاصله چاپ کن، رشته‌گارم چاپ کن، بعد در ادامه عدد بی رو برام چاپ بده، در ادامه پرانتز بسته مساوی رو چاپ بده. خب و الان جلوش مقدار آ که ماکسیموم هست دیگه شرط رو چک کنیم، یعنی اگه آ بزرگتر از بی باشه خب پس ماکسیموم چیه؟ آ هست، وگرنه else این مقدار رو برای من چاپ بده، جلوش مقدار بی رو چاپ بده. درست شد؟ پس ما دو تا عدد از کاربر دریافت میکنیم و میخوایم ماکسیموم رو چاپ کنیم. بچه اگر آ بزرگتر از بی نباشه السمون حتما آ چیه؟ کوچکتر از بی خواهد بود. خب ران کنیم برنامه رو. دو تا عدد میخوایم وارد کنیم، مثلا 10 و 5. عدد بزرگه 10 دیگه، 10 قرار میگیره در واقع به ترتیب اول 10 قرار میگیره توی آ، 5 قرار میگیره توی بی و میگه ماکس 10 و 5 چنده بچه ها؟ مقدارش 10 خواهد بود. خب یه بار دیگه رام بگیریم. این دفعه مثلا میدم 5 و 8. ماکس 5 و 8 8 هست. خب حالا برنامه رو میخوام خط به خط اجرا بکنیم تا واضح تر بشه. خب next line اگر بزنم توی خروجی این رشته رو برام چاپ میکنه، انتر آ و بی. next line بعدی رو که بزنم دو تا مقدار میخواد وارد کنیم، همش میدیم مثلا 5 و 3 و اینتر. ببینید 5 توی آ قرار گرفت، 3 توی چی؟ بی. به ترتیبی که وارد کردیم توی آ و بی قرار گرفتن. حالا next line که بزنیم الان شرطمون بچه 5 بزرگتر مساوی با 3 هست، پس بلاک ایف دستوراتش درسته
و باید بره دستور داخل بلاک ایف رو برای ما اجرا کنه که ببینید که چاپ میکنه ماکس. اول رشته ماکس پرانتز رو چاپ میکنه، بعد عدد آرا که وارد کردیم، بعد رشته فاصله کاما و فاصله رو چاپ میده، بعد عدد بی جلوش رشته پرانتز بسته مساوی و بعد مقدار عدد آ رو جواب میده برام که آ بزرگتر بود دیگه. و خب بعدم برنامه چی؟ تمام. حالا یه بارم برنامه رو مجددا ران میکنیم و این دفعه مقدار رو یه جوری میدیم که قسمت ایلسمون اجرا بشه. خب نکست لاین رو میزنیم. الان منتظره که کاربر 2 تا مقدار وارد کنیم. مثلا وارد میکنیم 2 و 9. خب ببینید آ شد 2 بی شد 9. حالا شرط رو چک کنیم 2 بزرگتر مساوی با 9 خیلی نیست. از شرطمون نادرست میریم داخل بلاک ایلس اجرا میکنیم و ماکس 2 و 9 میشه 9. خب همونجور که بچه ها بهتون گفتم اگر این برنامه رو شما بخواید تعمیم بدید و ماکس 3 تا عدد رو پیدا کنید یکم کارتون سخت میشه. پس من میرم مثال بعدی رو به نحوی حالا همین کد تغییری توش میدم که خیلی مناسب تر باشه. خب من این پروژه رو کپی کنم، پروژه بعدی رو باز کنم. اگزمپل شماره 4مون. خب من یه متغیر دیگه اینجا اضافه میکنم بچه ها به نام ماکس. خب حالا برای اینکه رنگ چیزشون نشه و در ابتدا اینجا چیکار میکنم؟ مقدار ماکس رو مقدار اولیش رو برابر با A میگیرم و اینجا شرطم رو بچه عوض میکنم. میگم بچه ها اگر B بزرگتر از ماکس بود ماکس همو بروز کن. ماکس رو بگیر برابر با چی؟ B. و یه دستور چاپ هم بیشتر لازم ندارم. ماکس آ و B اگه این بود جلوشی رو چاپ کن، مقدار ماکس رو چاپ بده. خب الان بچه این برنامه رو من رام بگیرم. یه ران اولیه بگیریم. خب 2 تا عدد میدیم 10 5. ماکس 5 و 10 میشه چی؟ 10 و 5 میشه مقدار 10. خب ببینید خیلی راحت برنامه من نوشتم که الان میخوام خیلی ساده تعمیمش بدم به بچه ها به چی؟ به 3 تا عدد. همون برنامه که خب داشتیم و تعمیمش بدیم به 3 تا عدد. من یه عدد دیگه تعریف کنم اینجا به نام C و به کاربر بگم که آ و B و C رو وارد کن. این دفعه 3 تا مقدار بگیریم از کاربر. خب پیش‌فرض ماکس رو قرار دادم تو آ با شرط اولی با یه دونه ایف اینه چک کنم اگه B بزرگتر از ماکس بود ماکس رو بگیر برابر با B. در واقع 2 تا بلاک ایف استفاده میکنم و اگر C بزرگتر از ماکس بود ماکس رو بگیر برابر با C. بعد ماکس آ و B و این تیکر رو من سریع کپی پیست اینا میکنمش C 3 تا عدد. خب الان یه رام بگیریم از این برنامه. 3 تا عدد میدیم 2 5 3. ماکس 2 و 5 و 3 مقدار چنده؟ 5. ببینید بچه پس تو نوشتن الگوریتم یا حالا برنامه ما باید دقت داشته باشیم که برنامه‌ای که ما می‌نویسیم جنبه جنرال داشته باشه، عمومیت داشته باشه، یعنی خیلی راحت شما بتونید تعمیم بدید برنامه‌تون رو.
حالا با نمونه داده های چی؟ بیشتر و حالا بزرگتر. ما اینجا برنامه رو به نحوی نوشتیم که اگه 3 تا عدد هم وارد بشه، در واقع همون برنامه که با 2 تا عدد بود با یه ایف دیگه تعمیمش بدادیم به چی؟ 3 تا عدد. خب حالا من این برنامه رو خط به خطم بد نیست یه اجرایی بگیریم با هم دیگه ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ما 3 تا عدد همینجور که میبینید و یه دونه متغیر به نام ماکس داریم. نکست لاین اوله که من بزنم این رشته رو برای من چاپ میده enter A and B and C. خب نکست لاین بعدی که بزنم منتظر است که من 3 تا عدد بدم، مثلا میدم 2 9 4 اینتر. خب پس A و B و C مقادیرهای خودشون رو دریافت کردم. حالا نکست لاینه که من بزنم بچه‌ها ماکس مقدار اولیه 2 رو میریزیم آ رو داخلش. خب میریم سراغ اولی شرط B بزرگتر از ماکس هست یا نه. خب اگه چک کنیم 9 بزرگتر از 2 پس شرطمون درسته و وارد بلاک ایف میشیم و ماکس مساوی با B رو اجرا میکنیم. پس ماکس من به روز میشه مقدارش برابر با 9 خواهد شد. بعد مجددا دستور ایف سی بزرگتر از ماکس رو چک میکنیم. آیا سی بزرگتر از ماکس هست؟ سی مقدارش 4 از 9 بزرگتر نیست. پس وارد دیگه بلاک ایف نمیشیم، شرطمون نادرسته و میریم ادامه برنامه یعنی خط 17 رو که خب بچه‌ها بریم ران کنیم این رشته رو و مقادیرهای عددیمون رو برامون چاپ میده. ماکس 2 و 9 و 4 برابر با مقدار 9 خواهد بود. اینم یه مثال دیگه ای از این قسمت. خب چند تا مثال از قسمت حالا ساختارهای ایف و قسمت ایف ایلس براتون حالا اجرا کردیم، خط به خط دیدیم برنامه ها رو. انشالله جلسه بعدی ساختارهای ایف ایلس و سویچ رو براتون مثال بیان خواهیم کرد. خسته نباشید.